فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده بعدی آمنه از افغانستان پرسیدن که بعضیا بچه هاشون را اسم میذارن به اسمهای عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالحفیظ و بعد اونها را صدا میزنن به رحمان، رحیم، حفیظ. آیا گناه داره چنین کاری؟ اینجا یعنی طور یقینی هست که شخص که نام گذاشته و نامی کامل او هست عبدالرحمن و عبدالرحیم، عبدالغفور و غیره. یعنی مثلا عبدالرحمن نام است از نامهای خاص الله تبارک و تعالی که بر هیچ شخصی دیگری چون لفظ جلاله الله اطلاق نمیشه، بر هیچ شخصی دیگر اطلاق نمی شود. اما نامهای دیگری هست که بالای الله تبارک و تعالی آنچنان که لایق شأن الله تبارک و تعالی است اطلاق می شود و بالای دیگرها هم میاد. مثلا درباره پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم آمده که بالمؤمنین رؤوف رحیم، و مؤمنها مهربان و با رحم هست و چیزهای یعنی دیگر عزیز علیه ما عنتم. بعضی اسمایی که درباره الله تبارک و تعالی آمده و اطلاق او بر ذات الهی، بر الله جل جلاله من حیث مواصفات الوهیت و الله بودن هست، اما در بشر با مواصفات سازگار به وضع بشری او و با خصوصیت هایی که مقتضی او هست. تنها اشتراک در اسم است و اصل معنا، اما در حقیقت صفت با کمال مطلقی که برای الله تبارک و تعالی هست به هیچ که غیر از او نیست. با او خصوصیت هایی که برای الله تبارک و تعالی هست برای هیچ کسی دیگری نیست. پس وقتی که این شخص نام گذاشته می شود و این هم یک قاعده کلی هست که غیر از الله تبارک و تعالی، یک امر مسلم است که غیر از الله تبارک و تعالی عبدیت یعنی نام بندگی برای هیچ کسی دیگر روا نیست و نام عبد و بنده مضاف به هیچ نام دیگر جز نامهای الله تبارک و تعالی روا نیست، بلکه یک نوعی از انواع شرک به شمار می رود. لذا وقتی که این نام گذاری می شود به نام عبدالنبی یا عبدالحسین یا که عبدالزهرا و غیره، جزی از نامهای شرکی هست که بندگی را به جای الله تبارک و تعالی به کسی دیگری در او نام و در تسمیه از او در نامگذاری او قائل شده، به او داده شده. اما وقتی که نام یک نفر یعنی نام بندگی و اضافتش به یکی از نامهای الله تبارک و تعالی هست و او بنده الله تبارک و تعالی، مراد در نام او حتی در غیر اسم الله و رحمان در نامهای دیگر مراد از خود نام بنده باشه، خود نام بنده نیست اونجا. مثلا عبدالرحیم مراد از او به اتفاق همه خیاس الله تبارک و تعالی، مراد از رحیم در اینجا الله تبارک و تعالی است و این بنده رحیم است. عبدالغفور بنده غفور و مراد از اینجا غفور نامی برای الله. این نام هایی است که صفات هایی است که به الله برمیگرده دیگه. پس اینجا نام الله تبارک و تعالی را مقطع اول نام، جزء اول نام گذاشته، بخش دومی او را که مراد از او در امی تسمیه و نامگذاری وصف مربوط به این شخص نیست، بلکه نام برای الله تبارک و تعالی و وصف مربوط به الله تبارک و تعالی است. اینجا یک نوع الحاد در و کجروی در نامهای الله تبارک و تعالی است که در سوره اسراء الله تبارک و تعالی از این منع کرده و در جای دیگری و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها و ذروا الذین یلحدون فی اسمائه. شما اونهایی که در اسماء الله تبارک و تعالی الحاد و کجروی میکنن، روش های نادرست را انتخاب میکنن، شما راه اونها و همگامی اونها و همراهی با اونها را بگذاره.
پس در اینجا یعنی این عمل کرد یک عمل کردی نادرسته هست، یک نوعی از الحاد و کجروی در نامه های الله تبارک و تعالی به شمار میرد. بله اگر از اول نام او مثلا رحیم بوده باشه یا یکی کریم باشه، چون یا مضاف به الله تبارک و تعالی یا که غیری او، میشه که در اینجا با نام کریم وصف خودش یاد بکنی. اما یکی نامی که مراد در اونجا نام الله تبارک و تعالی است و او را اطلاق بکنید در بالا یکی از به افراد بشر، این نوعی از انحراف است که اگر در اونجا مراد، یعنی چون این بدون قصد صورت میگیره، بدون اینکه مطلبی او بوده باشد که این الله تبارک و تعالی هست، در اینجا یکی از جمله گناهانی هست که الحاد در نام الله تبارک و تعالی یکی. و دوم چیزی که در سوره حجرات الله تبارک و تعالی گفته که ولا تنابزوا بالالقاب، یکی نبذ بالالقاب و تحریف تخییر در نام هاست که الله تبارک و تعالی در آدابی که در آداب زندگی اجتماعی که در سوره حجرات ذکر کردن میگه که افراد به نام هایشان یاد کنه، افراد به نام هایشان یاد کنه و در او تحریف و یعنی چیزی ایجاد نکنه. قسمی که الله تبارک و تعالی در سوره حجرات مثلا میفرماید یا ایها الذین آمنوا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. یعنی لمز نام بریدنی یکدیگرتان و لقب دادن به یکدیگرتان، این چیزی است که در شریعت اسلامی ممنوع هست. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چی بد نام هست فاسق بودن بعد از ایمان داره. یعنی این کار یعنی تغییر در نام فرد و یا نام فرد به طور تحقیر یا استهزاء آمیز به گونه دیگری ذکر کردن یا لقبی غیر مطلوب به او دادن، چیزی از کاری است که الله تبارک و تعالی را در این آیت فسق نامیده و کاری فاسقی هست. پس این گناهش از اون جهت و از جهتی که الحاد در نامهای الله تبارک و تعالی هست از رخی و گذاشتن نام الله تبارک و تعالی بر یک فرد از افراد بشر، این گناه دیگری که بزرگتر از این گناه نام بریدن و این در صورتی که منظورشون خود صفت خداوند باشه دیگه. بگه اگر خود شخص اسم بچه رو بذاره مثلا رحیم یا عزیز یا بدون عبد گذاشتن اصل اسم، اینجوری اشکالی نداره. یعنی ولی در صورتی که مثلا عبدالعزیز یا عبدالحفیظ همچین چیز گذاشته باشه باید کامل اسم و خطا. بله او را باید نام کامل بگیره و در نامه هایی که از اسمای خاصه الله تبارک و تعالی هست مانند لفظ جلال الله و رحمان، گذاشتن اینها بالای هیچ فرد با معنای دیگری درست نیست. اما نامه هایی که یا اوصافی که در بشر هم اطلاق میشه با ماهیت بشری، نه با آن وصفی که برای الله تبارک و تعالی هست، چون الله تبارک و تعالی شبیه او کسی نیست و در صفات او هم شبیه با صفات مخلوقات و نامه هایش هم با اونها نیست، تنها اشتراکی اسمی هست در اونها. پس در این نامه ها می شود که بر بالای بشر، افراد بشر یا به عنوان وصف یا به عنوان نام گذاشته شود و اطلاق شود.